الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران بسیار عزیز گرامی، روز شریف جمعه را که در ماه مولود رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم، ماه ربیع الاول آمده است، از برای جمیع شما تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم را از بلا و آفت ها محفوظ دارد و در راه صراط المستقیم قائم و استوار نگه دارد و خداوند فتنه و فساد و آفات را از مسلمانای جمهوری ما به دور اندازد. آمین. ما هفته گذشته در موضوع خیبر، غزوه خیبر با شما صحبت شروع کردیم و از بس که امکان نبود ساعت تمام شد، صحبت ما ناتمام مانده بود، اما برای شما وعده کردیم که انشاءالله باقی مانده صحبت هفته آینده ادامه خواهیم داد. طبق وعده داده خود انشاءالله امروز صحبت را دنباله خواهیم گرفت. ما و شما در جای رسیدیم که گفتیم پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم لوای اسلام، پرچم اسلام را به دست علی ابن ابی طالب رضی الله عنه تسلیم کرد و حضرت علی با مسلمانان به قلعه نعیم که از استحکام های سخترین یهود حساب می رفت، زیرا که قهرمان یهود مرحب یهودی که یهودی ها به 1000 مرد به 1000 پهلوان برابر او را می حسابیدند، در همین قلعه مرحب جا داشت و جنگاورای از همه شجاعترین یهود نیست در همین قلعه بودند. اما وقتی که مرحب به دست حضرت علی کشته شد، برادرش یاسیر وقتی که زبیر ابن عوام به قتل رسانید، مسلمانان دیگر لغت کردن رفتن. حتی در بعض روایات آمده است، از جمله ابن اسیر در تاریخ مشهورش الکامل و عالم عصر 20 محمد حسین هیکل که چندین مدت وزیر فرهنگ و معارف مصر نسبت است، محمد حسین هیکل در کتاب حیات محمد صلی الله علیه و سلم از ابو رافع مولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، در شدت جنگ حضرت علی میگه یکی از درهای قلعه نعیمه کند وقتی سپر شکست و همچه سپر استفادهش برد. بعدم بالا یک که اوست که کنده شده بود در اطراف همو قلعه انداخته شد، از بالاش مردم گذشتند. ابو رافع میگوید 7 نفر بودن، من 8مشون، 8 نفره هر قدر کردیم همو در برداشته نتونستیم. در اون وقتی شدت قهر غضب و جوش ایمانی، حضرت علی همچه سپر به یک دست برداشته خودش محافظت میکرد، 8 نفر میگه جنباندش نتونستیم. بعد فتح قلعه نعیم، یهودی ها به جانب قلعه دوم که در منطقه نطات واقع بود، قلعه صعب ابن معاذ قفا ششتند. ما گفتیم که اصلا خیبر از 3 منطقه عبارت بود، 2 منطقهش در یک موضع، یک منطقهش جداگانه. نطات، شق، در بعض روایات شیق آمده است با کسره، و کتیبه یا کتیبه، هر در روایت هم درست است، هر دوش هم اومده است. در قسمت نطات 3 قلعه بود، قلعه نعیم، قلعه صعب ابن معاذ و قلعه زبیر. قلعه نعیم وقتی که فتح گشت قهرمان یهود کشته شد، یهودی ها به قلعه دوم، به قلعه صعب ابن معاذ گریختند. قلعه از بس که بسیار دیوارهای بلند داشت، مستحکم بود، یهودی ها ذخیره های خودشون، ذخیره آذ و قواریشون در همین قلعه جمع آوری کرده بودند. همون سال قحطی بود، سال گرسنگی بود.
مسلمانان چیز نمیافتن بخورند. در روایات صحیحه اومده است از شدت گرسنگی خر کشتند، خر خانگی آتش در گرانده بودن، میخواستن همون خر بپزانن بخورن که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورد. گفت این چی است؟ گفتن این خر اهلی است، خر خانگی. حضرت گفت این حرام است برای شما نخرید و نهیشان کرد، منع کرد. بسیار وضعی بده داشتن، گرسنه بودن مسلمانان. حتی پوست، همین پوستی گوسپند، پوستی بزه می جوشاندن در آب و همو را استعمال میکردن از شدت گرسنگی. 3 روز قلعه صعب ابن معاذ احاطه کردند، از بس که بسیار مشکل بود، مسلمانان هم ضعیف بودن، نتوان نماز خواندن. سرور مسلمانان در وقت فتح قلعه صعب ابن معاذ حضرت حباب ابن منذر بود. حباب ابن منذر شاید در یاد غیر الاسلام دینا، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم توصیه داده بود که جای استحکام مسلمانان جای خوب نیست، اگر فرمان از جانب پروردگار نباشد یا رسول الله من توصیه میتونم که حرکت کنیم، پیشتر رویم تا آخران آبی بد را در زیر اختیار خود داشته باشیم. یعنی که حضرت حباب ابن منذر مثل انجینیر بود و یعنی انجینیر به همه استحکام ها، از بس که بسیار یک تخصصی خوب داشت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حباب ابن منذر سرور مانده بود. یک گروه از بنی سهم که به قبایل بنی اسلم متعلق هستند نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومدن، گفتن یا رسول الله زور ما نمیرسه، قوت نمونده است دیگه، قوت درمان برداشتن شمشیر نداریم از شدت گرسنگی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دست به دعا برداشت. ببینید ما و شما امتای رسول اکرم دیگه دعا را فراموش کردیم. زور ما بیاید داد وای میگیم، از خدا طلب نمیکنیم، از مرد نامرد طلب میکنیم، از خدا طلب نمیکنیم. گفتن گرسنه ایم، نان نداریم، طعام نداریم، زور ما نمیرسد. حضرت صلی الله علیه و سلم میداند که منعم یکتا خداست، رازق یکتا خداست، فاتح خداست، کشایشگر خداست. دست دعا به درگاه بی نیازی پروردگار برداشت. اللهم انک قد عرفت حالهم، پروردگاری من گفت تو بیشک شبهه از احوال اصحاب من با خبر هستی. اللهم انک قد عرفت حالهم و ان لیست بهم قوه، پروردگار تو خودت میدانی که بیچاره دیگه قوت ندارن. قوت از کجا میشود آخه؟ از طعام که خوردی در بدنت انرژی و کالری پیدا میشود که به یک کار زورت میرسه. طعام نخوردی از کجا قوت است؟ کالری هم از سوخت و صرف شد دیگه، حرکت کردن برات مشکل میشود. و ان لیس بیدی شیء اعطیهم ایاه، خدایا خودت میدانی که منم چیزی ندارم که بتم شان، دیگه ذخیره نداریم، هیچی نداریم. فافتح علیهم اعظم حصونها، پروردگارا برای صحابگان من بزرگترین قلعه های یهود، اعظم حصونها غناء و اکثرها طعاما و ودکا، و از همه ثروتمندترین قلعه های یهود که از طعام و از روغن پر است برای مسلمانان فتح کن تا اینکه صاحب آذقه شوند. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم ندای الله اکبر بلند کرد، گفت به پیش به اذن پروردگار. در همون روز وقتی نماز عصر قلعه صعب ابن معاذ فتح شد و مسلمانان صاحب همون قدر طعام و آذقه شدند که تا آخر جنگ خیبر دیگه در یگان مشکلی و مضایقت نافتیدند. یهودی ها از قلعه صعب ابن معاذ فرار کردند به قلعه زبیر. این قلعه آخران در منطقه نطات بود و قلعه بالای کوه ساخته شدگی بود، یک فورت بود، یک استحکام بسیار وزنین و مستحکمی بود. آمدن احاطه کردن قلعه را. 3 روز گذشت، یهودی ها پروا ندارن، اصلا سواره به او قلعه نزدیک شده نمیشد، اسب راه یافته رفته نمیتونست.
پیاده نزدیک میشدن از بالای سرشون سنگ و آب جوش و قطران میریختن یهودی ها. با اذن پروردگار یک نفر یهودی را خداوند هدایت کرد، قلبش نرم شد، اومد پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله اگر 3 سالم که احاطهشون کنی اینا پروا ندارن، زیرا آذقش زیاد از خوراکشون، اندک از آب تنقیسی میکشن، اما یک راه زیر زمینی دارن، از طرف پشت قلعه از جانب کوه یک چشمه است، بر راه زیر زمینی همونجا میآیند، شب آباشون ذخیرهشون پر میکنن، با همون یک شبانه روز دیگه به حضور ما آب میزنن، ولی پروا ندارن. یگانه راه اینا را متهم کردن و تسلیم کردن ضبط کردن مکان آب اینا است که اگر آبشون که ضبط شد دیگر علاج ندارن، خارج میشوند. حضرت صلی الله علیه و سلم مسلمانان را امر کرد شبانه یک اکسپدیسیون حربی کردند، رفتن راه آب بستند، یهودی ها را از آب دور کردند. وقت روز دیگر که ناعلاج ماندن، تشنه مانده بودند، در قلعه را باز کردند و خارج شدند. یک جنگ بسیار شدید شد، 10 نفر از یهودی ها کشته شد، چند نفر از مسلمانان را جام شهادت نوشیدند و یهودی ها به سوی منطقه شق فرار کردند، به قلعه ابی. به قلعه ابی وقتی آمدن، در قلعه ابی هم پهلوانا و نامدارها بودند. من این چیز علت است که ما در پشت استحکام بجا بیستیم تا وقتی که مسلمانان دروازه قلعه ما را کشایند و ما را موش بریم بکشند. یکی از همون قهرمان های من با دعوا بیرون برآمد که من یبارز، کیست که با من مبارزه کند؟ حضرت ابو دجانه قهرمان احد، ابو دجانه یادتون است، سیماک ابن خرشه رضی الله عنه، شخصی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که شمشیرش برداشت که این شمشیر من میگیرد تا اینکه حق این شمشیر ادا کند، این مرد صالح آمد گفت یا رسول الله حقش چی است؟ گفت حقش ای است که همون قدر در سر و دوش دشمن میزنیش که کجله شود. گفت نباشد این به من رسد. آن همین شخص هم ابو دجانه است، یک سله سرخ در سرش بستگی، اشتلم کنان در بین 2 صف میگشت. حضرت ابو دجانه به مقابلش برآمد، یهودی را به یک ضرب شمشیر هلاک کرد، حتی یهودی ها دیگر نتوانستند که دروازه قلعه را محکم کنند، لغت کرد زد در اومد، مسلمانان هم از قفاش. به همین طریق قلعه ابی فتح گردید، به قلعه 4م. و در منطقه شق یک قلعه دیگر مانده بود با نام نزار یا نزار، هر در روایت هست، هم به فتحه و هم به کسره. از بس که این قلعه هم در بالای کوه جایگیر بود، دیوالش از همه بلندترین بود از در خیبر. یهودی ها زن و فرزنداش را در همین قلعه پنهان کرده بودند. مسلمان ها آمدند، قلعه بسیار مستحکم بود، دیدن که بالای بامش برآمدن نمی شود، مشکل است. یهودی ها از پشت سنگر ایستادند. در قلعه صعب ابن معاذ مسلمان ها یک چند منجنیق یهودی ها را به دست آورده بودند. منجنیق میدونید؟ منجنیقش اگر دقیق‌تر بگیم پوشکه‌ای همون زمانهای قدیم، اون زمان پوشکه نبود، مخصوص اسباب تیار کرده بودن، سنگ های کلان 1 تانه و 2 تانه را میگذاشتن، بند بستگی بود، یک چند نفر همین بنده که میبریدن با شدت وقتی که پایان میشید همون سنگ که میانداخت، سنگ با فاصله 50 متر 100 متر میرفت میزد. اساسا منجنیق برای ویران کردن استحکام ها استفاده میبردن. در جنگ ها دیده ای البته کینو در تماشا کرده که مخصوص غول چوب های کلام بود، تیل داده می رفتن در دیوار می زدن، دیوار را سوراخ می کردن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود منجنیق ها را گذارن. بار اول در تاریخ اسلام مسلمانان با منجنیق جنگ شروع کردند. در سنگ سیم الکی در دیواری قلعه نزار یا سوراخی پیدا شد و
با ندای الله اکبر راه حق هجوم کردند، از همون سوراخی گذشتند. به یک شدت قلعه ضبط شد، از بس که فرزندای یهود بود، زنهای یهود بود، ناموس دارن و مردکارم. با جنگ خونریزی خیلی شدید عاقبت الامر قلعه نیزار به دست مسلمان ها افتید. از جانب دیگر در این منطقه دیگه قلعه نبود، آخرون قلعه یهود بود. بسیار یهودی ها مرگ بر تسلیم شدن و برگریختن ترجیح دادن، دیگه علاج که نداشتن تا آخر جنگیدن. اما خداوند ظفر به مسلمانان داد، از بس که به خاطر خدا می جنگیدن، از بس که یگان غرض دیگر نداشتن. هر کسی که نیتش خالص خدا باشد، خداوند هرگز او را خار و ذلیل نمی سازد، هرگز نمیگذارد که خار شود، هرگز با شکست مواجهش نمی کند. افسوس و صد افسوس که در آستینام و صد بت داریم، لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، در آستین در بغل ها و صدها بت داریم و ایلا خداوند هرگز خار و ذلیل مون نمی سازد. بعدی ضبط شدن قلعه نیزار، مسلمان ها به منطقه سوم، منطقه آخرین بدر، به منطقه کتیبه یا کتیبه عازم شدند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تا که سه قلعه که در اونجا بود هر سه‌ش احاطه کنند: قلعه قموس، قلعه وتیح و قلعه سلالیم. در قلعه قموس فرزندان ابی حقیق، ثروتمندترین اشخاص یهود زندگی میکردند. همین قلعه قموس با نام قلعه بنی ابی حقیق در تاریخ مشهور است. بعضی از مورخان از جمله ابن اسحاق روایت میکند که قلعه قموس با جنگ ضبط شد، یعنی بعد جنگ های دراز مدت. اما واقعی مورخ دیگر در مغازش آورده است که همین سه قلعه منطقه کتیبه به یگان جنگ خونریزی به دست آمدند. اگه قول اصح ابن قیم جوزیه در کتاب زاد المعاد بین همین قولها یک توافق یافته است، میگه ای است که در قلعه قموس در ابتدا جنگ شد، اما بعدا یهودی ها وقتی دیدن که مسلمان ها چی نو از منجنیق خوب استفاده میبرن، طرف شاگرده که در حیرت کند استاد رو. در نیم جزیره عرب غیر یهودی ها کسی از منجنیق استفاده نمیبرد. یکی از سبب های آن که قبایل عرب جرأت نمیکردند که به خیبر هجوم کنند، اگر چنده که این منطقه بسیار منطقه ثروتمند بود، همین بود. تکنیکای جنگی یهودی ها بسیار ترقی کرده بود، سنگ بارانشون میکردن، با منجنیق میزدن. شوی بیچاره عرب ها منجنیق هم نداشتن. اما خداوند وقتی که مسلمانان را فیروز گرداند و منجنیق به دست گرفتن، با چنان استاکاری منجنیق استفاده بردن که یهودی ها حتی دیگر در دهشت غلطیدن. دیدن که منجنیق را درست کردن جانبشون و عادت مسلمانان و تعلیمی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشان میداد دائم همین بود که همیشه قبل از جنگ دعوت میکردن دشمنا که بیایید مسلمان شوید، ای مردم از همین راه گمراهی و ضلالت برگردید، بیایید تسلیم شوید. وقتی 15 روز از محاصره گذشت، پیغمبر هم دیگه به خشم اومد، گفت وقتی منجنیق را درست کردید. سلام ابن مشکم ابن ابی الحقیق، سرور یهود، شیطان یهود، این ماری خزنده که تمام جزیره العرب بر ضد مسلمان ها همیشه میشورند، از بالای قلعه قموس صدا کرد که یا محمد صلی الله علیه و سلم اجازه میدهی که من برای گفت شنید از قلعه پایان شوم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بیا مرحمت. سلام وقتی که پایین شد از قلعه، بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد صلح کرد. گفت ما یگان چیز طلب نداریم، تمام مال و اشیا همه غنیمت شما، زمین ها از شما، ما فقط همین یک لباسی که در بدن داریم به همین خارج می شویم.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من راضی هستم، همه عهدنامه ما تا زمان است که شما خیانت نکنید، اما اگر خیانتی به خدا و به پیغمبر کردید در اون صورت عهدنامه در حق تو جاری نمیگردد. سلام هم قبول کرد، گفت بله. 3 قلعه بعد همون 15 روز محاصره تسلیم شدند. قلعه قموس و تیح و سلالیم. در گرفتن این 3 قلعه مسلمان ها الحمدلله یگان شخص از دست ندادن. اما یهود است که خزینه و دفینه بنی نظیر پنهان کردند. حیی ابن اخطب سروری قبیله بنی نظیر، اما شخصی که وقتی که بنی قریظه اسیر رفتیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد سرش از بدنش جدا کنند، سردار قبیله بنی نظیر بود. با فکرم شما یاد دارید ما در این مسئله مفصل صحبت کرده بودیم. حیی ابن اخطب وقتی که از قبیله بنی نظیر ترک مدینه کردند به خیبر آمد، در 2 خلطه چرمی جواهرات داشت. تصور کنید جواهرات بریلیانت، عقیق، زمرد، فیروزه، سنگ های قیمت بهایی که از طلا قیمت ترند. در همین 2 خلطه چرمی جواهرات داشت. همه ایرا می دانستند، یهودی ها را می دانستند، مسلمان ها را می دانستند. حیی ابن اخطب در جنگ بنی قریظه کشته شده بود، اما جواهراتش همش در همین قلعه قموس بودن. خزینه دار قلعه پسر دوم ابی حقیق کنانه هست. کنانه و سلام هر دوش فرزندان ابی حقیق میگن، اما من تحقیق کردم، بسیار نگاه کردم. نام سلام، نام پدر سلام مشکم بوده، سلام ابن مشکم. نام پدر کنانه، کنانه ابن ربیع، پدرش ربیع نام داشته است. پس چرا اینا را فرزندای ابی حقیق میگن؟ شاید ابوالحقیق باباشون باشد، یعنی بابای کلونشو که همه ابوالحقیق است، فرزندای ابوالحقیق به هر دوش گفته می شود. به هر وجه هر دو سروران و رهبران یهود بودن. اینها همون جواهراتی را که از حیی ابن اخطب از یهودی ها باقی مانده با جواهرات بنی نظیر و قریظه، اون جواهرات پنهان کرده بودن. یک یهودی با اومد فروخت شد که گفت همین جواهرات پنهان کردیان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنانه را صدا کرد، گفت یا کنانه آیا همه چیزهایی که داشته برآوردید؟ گفت بله. گفت فریب نمیکنی؟ گفت نه. گفت اگر ما بودا یگان چیزی را پنهان کرده باشی خونت هدر میشه و تو اینا میدونی؟ گفت من قبول دارم. یهود جواهرات از جانش بیشتر دوست می‌دارد. همون یهودی را آمد با همون یهودی که فروخته بودش، گفت که همین در یک خرابازار بسیار میگردد، یک جای خرابه است، همونجا پنهان نکرده باشد. حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد خرابازار را کوفتند، یک خلطش یافتند، یک خلطه همون جواهرات. با سوالش کرد که یا کنانه باقی مانده شو بگو، خلاص از گناهت میگذرم. کی گفت باقی مانده ندارد، من چیزی نمیدونم. بعد در دست حضرت زبیر دادش. حضرت زبیر یک چوبی علاو کوبک گرفت، به حد علت کوبش کرد، نیم کشتش کرد قریب، اما نفروخت. ببینه اگر لازم شود وطنشان هم بفروشند، اما جای جواهرات نه. یک فیلم مستند دیده بودیم، فیلم حجتی، درباره جبر و ظلم هایی که فاشیست ها کرده بودن. وقتی که کراکوف اومدن گرفتن، کراکوف یکی از شهرهای پولشا است که در اونجا یهودی ها خیلی زیاد بودن، با یک حساب 400,000 یهودی زندگی میکرده است. این فاشیست های بدبخت هم همه همی را قتل کردن، کودک و زن و مرد همه را، بگناه و بگناه همه را کشته بودن. نشان میده که همون کامیراهای پنهانی به دست
و وقتی که محکم شو کردن در بعد کامera گذاشتگی بدست جو نمیسورم سیومکا میکردیان جواهرات شونه در کودکاشو میخورونن کودک میده را مجبور میکنن اما چلاهای بریلیانتی را فرو میبرن با این امید که اگر خلاص خوردیم با هم کودک خیاگون سلابیتی نمیتیم میبرورش از پایون میگیریمش یکنی چقدر طمع دارن در مسئله جواهرات همه کینانه مرگ ترجیح داده جوش نگفت اما خداوند برای مسلمان آشکارش کرد عاقبت الامر یافتند اما به سبب خیانتی که در عهدنامه خودشان کرده بودند حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دو فرزند ابی حقیق سلام و کنانه قتل کرده شدند حضرت صلی الله علیه و سلم غیر اینها و یک زنی که حال قصهش بدتر می رود دیگر کسی را قتل نکرده است از یهودی ها از همین سه قلعه بعدا مالی که ثروت مال خرما و ذخیره که از خیبر مونده بود گرفت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به 36 بخش تقسیم کرد هر بخش را به 100 سهم سهمیه میخریدیم از روغون یا تو هست الحمدلله ما صاحب سهمیه هستیم با 100 سهم جمع الجمع 3600 سهم شد خیبر حتی درختای خرما باغ ها همه را تقسیم کرد حضرت صلی الله علیه و سلم 1800 سهم بین مسلمان ها تقسیم کرد اساسا گفتیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه سهمیه ها را به شخصای داد که در صلح حدیبیه همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند عدد اینها به 1400 نفر می رسید خود رسول خدا هم یک سهمیه گرفته است به هر کدامش یک سهمیه داد چرا 1800 چرا 1400 نه و 1800 در جنگ در همون صلح حدیبیه 200 نفر از مسلمان ها اسب سوار بودن سواره در اسب بودن در بعض حدیث ها اومده است که سهم اسب 2 سهم بره اگر پیاده یا سهم بره اسب 2 سهم بره این اگر تصور کنه که هر یک اسب از همون 200 تا 2 سهمی بگیره خودش میشه 400 تا در بالای 1400 که مونده میشه 1800 1800 سهمی باقی مانده را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای بیت المال مسلمان ها تخصیص داد تا برای فقرا برای یتیم ها برای بیچاره ها از حساب همو داده شود یعنی بار اول پروگرام تأمین کمبغلا کم بضاعت ها از جانب مسلمانان از جانب رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در تاریخ بشر طرح ریزی شده است تکبیر تاریخ ببینه این خیلی چیز تاریخ یاد ندارد نیمی خیبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از برای فقرا و از برای کمبغلا و از برای قشاقای امت اسلامی تخصیص داد خودش نمیخورد کسایی که نصاب زکات داشتن اونا حقی گرفتن این مولا نداشتن حتی در روایات صحیحه از جمله در صحیح بخاری آمده است بار حسن رضی الله عنه فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبیرش از همون خرمایی که از خیبر آورده بودن برای بیت المال یک خرماچه‌ش گرفت در دهنش انداخت کودک خوخی حضرت صلی الله علیه و سلم انگوش در دهن همون کودک داخت اگه تصور کنی ای دهن کودک گرفتن خرما چقدر مشکله یا پیاز در دستش باشه نمیته تو ولی که با این خرما با دست مجبوری از دهن امام حسن کشید برآوردش کخ علقی ها این کیخه ای گفت برای تو پرتاش بچه میره نخه ای برای تو حرامه ببینی تو کدام درجه حضرت صلی الله علیه و سلم غم فقرا و درویشا را میخورد یهودی ها گفتن یا رسول الله از رفتن ما از این دیار به شما سود و منفعت نمیرسد وقتی شما در مدینه زندگی میکنید کم کسی هست که با مدینه را پرتفته و خیبر بیاید زندگی خیبر از مدینه مسافه 80 میل دور بود زیاده از 150 کیلومتر آیا راضی نمیشوید که همین
باغ و راغ و مرغزارها را ما نگاه بین کنیم، نیم حاصل به شما بتیم، نیم شخص ما بگیریم، همین مال شما است، اما ما موقت مال شما را نگاه بین کنیم. ما زراعتکار هستیم در نیم جزیره عرب، در دهقانی کسی به ما برابر نمی شود، ما نگاه بین کنیم، مال برابر تقسیم کنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اندیشه کرد که راست میگن، مایلش گفت تا زمانی که یعنی زمین مسلمان ها بود، اما یهودی ها را در همون زمین مردی کار گرفتن که تا وقت لازم باشد در همونجا کار کنند. همین کار تا زمان حضرت عمر ادامه یافته است. حضرت عمر رضی الله عنه بعداً گفت در نیم جزیره عربستان دو دین جا ندارند، اینجا جای یک دین ای. بعد یهودی ها جلوی وطن کردند، از خیبر خارج شدند. حضرت عبدالله ابن ابی رواحه تقسیم میکرد، مولا گرفت همین تقسیم تخمینی کرد. او وقت که ترازو ها بده، که الکترونی ویسا بده، هیچی خاک بالا نبوده، بیچاره گرفت برابر تقسیم کرد. به فکر خودش باز مبادا خطا نشده باشد گفته به یهودی ها مراجعت کرد، گفت یک تشه انتخاب کنید، حق انتخاب از شما است، شما یک تشه انتخاب کنید، دیگه‌اش بعد از ما می شود. یهودی ها اقرار کردند، گفتن این همون عدلی هست که خداوند آسمان ها و زمین ها را به این عدل استوار می دارد. خوشا به حالتان. وقتی که قلعه های خیبر ضبط شدن، خاصتا از قلعه قموس، کتاب های قدیم ترین تورات به دست مسلمان ها افتید، همون نسخه های از همه قدیم ترین. یهودی ها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراجعت کردند که یا رسول الله اجازت باشد همون را به ما قفا بگردونه. حضرت صلی الله علیه و سلم اگر چنده که در عهدنامه آمده بود که یهودی ها غیر از کرته و لباس بدن دیگر چیزی نمیگیرند، کتاب های مقدس تورات براشون قفا داد. مسلمان ها دینداری خود، دیانت خود، احترام خودشان به کتاب های الهی باز یک بار دیگر تصدیق کردن و الحمدلله ما مسلمان ها به این افتخار میکنیم و حتی دشمن های ما هم مجبور هستند که همین صفت بزرگ مسلمان ها را تعریف و توصیف کنند. یک یهودی معریخ است با نام اسرائیل ولفانسون، کتاب دارد در موضوع تاریخ یهود در بلاد عرب، به زبان عربی هم ترجمه شده است، به زبان فارسی هم ترجمه شده است. در مورد تاریخ قبایل یهود گپ میزنه، میگه این عملی که محمد صلی الله علیه و سلم کرد در تاریخ نظیر ندارد. بعضی یهودی ها مسلمان شدن بعدی همی که سبحان الله عدل ایجاب است، داد ایجاب است، حقیقت ایجاب است. ما احمق شده گشتیم، گپی همی احباری احمق گرفته. یهودی ها شاهد بدن میدونستن در سال 70 وقتی که رومی ها شهر یروشلیم بیت المقدس ضبط کردن، تمام کتاب های مقدس به زبانه آتش انداختن، در آتش انداختن، سوزاندن. تاریخ گواه است چجای رومی ها، نصرانی ها چندین بار کتاب های یهودی ها را علو زدیان، از جمله در این همی اندلوسیا اسپانیا. وقتی اندلوسیا را قشون های نصرانی گرفتن، این واقعا دور نه، این همی عصرهای 13-14 شدگی میلادی، تمام کتاب یهود گرفتن در آتش انداختن، سوزاندن. اما این یک واقعه بی‌نظیر بود. تمام جهانگردا را ببینه، تمام جهانگیرا را ببینه، به یک ملک هجوم میکردن، کتابخانه ها را آتش میزدن. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون کتاب ها را به یهودی ها برگرداند و داد. این است میگوید اسرائیل ولفانسون فرقی بین یک نفر پیغمبر خدا از جهانگیرها، که مقصد پیغمبرای خدا گرفتن جهان نیست. مقصد پیغمبرای خدا دعوت مردم به راه حقیقت، به راه درست، به سوی صراط مستقیم می باشد. سبحان الله. داده ببینه، عدل ببینه. و تاریخ اسلام گواه است هر پادشاهی که در تاریخ گذشته است و خدا ترس بود و قرآن میخوند و آگاهی داشت، همش صاحب عدل داد هستند. در تاریخ اسلام پادشاه‌های گذشته‌اند که از نام شد دنیا به لرزه می اومد
غور کنی از همین نام شد دنیا بلرزه می اومد. یک پادشاه در ترکیه بود، یک پادشاه کشورکشا نیم جزیره های بالکان همو ضبط کرده است. سلطان مرادی دو، سلطان شهیدش میگن، در جنگ بر ضد نصرانی ها و مشرک ها شهید شده است. سلطان در جنگ اشتراک میکرد. سبحان الله. نام مراد هم گرفتن اروپا میلرزید. از ترس سلطان مراد در بحر میانه زمین یگان کشتی اروپایی شنا نمیکرد، نه کشتی تجارتیش و نه کشتی حربی. پادشاه نام داشت، با قوت بود، با قوتترین دولت دنیا در زیر سیطره و حکمش بود در همون عصر زمان. در همون کوسوو به شهادت رسیده است. خدا رحمت و مغفرتش کند. اما یک عدل داشته است، الهی توبه. خیلی عدل امروز در چشم مردم افسانه می نماید. علامه اقبال لاهوری خدا رحمتش کند قصه سلطان مراد کرده است در یک نظمش. بود معمار ز اقلیم خوجند، در فن تعمیر نام او بلند. یک معمار بود است، یک ساختمانچی از خوجند. ما مردم خوجند بسیار معمارای خوب دارن. اگر تاریخ ببینیم معمارای اسفره و استرافشان خوجند در جهان نام دارن، بسیار هنرمندای چیره دست هستند. یک معمار بود است بسیار تعمیرگر خوب، معمار خوب. ساخت آن صنعتگر فرهادزاد مسجد با حکم سلطان مراد. همین سلطان مراد همون معمار از سپارش میکند که یک مسجد بساز. خب معمار مسجد می سازد. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. اما همون با سلیقه پادشاه درست ناومد. هر کس با خودش یک سلیقه داره. بعضی چیزی هست که در چشم یک از زیبا میتابد، یک از دیگه نگاهش میکنه میگه ای تخنکه. حتی روسا میگن افکوسخ نسپاریت. واقعا سلیقه پادشاه در وقتی که موافق ناومد، پادشاه را غضبش کرد که تو اینقدر طلا و نقره را صرف کردی، یک چیزی تعبیدی نساختی. آتش سوزنده از چشمش چکید، دستی آن بیچاره با خنجر برید. از شدت خشم و غضب دیگه داشت کردن نتونست. پادشاه اوخی برو خنجر زد، دستی معمار را قطع کرده، دست برید بیچاره را. جوی خون از ساید معمار رفت، پیش قاضی ناتوان و زار رفت. گفت ای پیغام حق گفتاری تو، حفظ آیین محمد کاری تو. معمار هم میدونست که در دولت اسلامی زندگی میکنم. بندی دست قپید بست و گریه و فغان کنان پیش قاضی رفت. یک تصور کنه. قاضی را گفت یا قاضی، پیغام حق گفتاری تو است، ترا برای آن موندیان که موافقی حکم کتاب خدا قضاوت کنی بین مردم. سفتگوش سطوت شاهان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم. و من غلام این مردک نباشم. ما یک کارگر هستیم، این مردک ما را سپارش کرده، زکات داده است. این چی حق داره که دستی ما را قطع میکنه؟ میخوام که از روی قرآن حکم ما را فیصله کنی. قاضی عادل بدندان خسته لب، کرد شهر را در حضور خود طلب. این غیرت قاضی را ببینه. از برای خدا میخوانی امروز او باورت نمیشوه. اما محمد اقبال لاهوری از او کسای سفسطگو نیست، از افسانه‌گوها نیست. محمد اقبال شما میدونه کی است. قاضی میگه پادشاه را به دربار دعوت کرد، به قاضی خانه. گفت که موافق حکم خدا و قرآن قاضی تره به دربار برای قضاوت به محکمه میخواند. رنگ شه از هیبت قرآن پرید، پیش قاضی چند خطاکاران رسید. وقتی نام قرآن گرفتن میگه رنگ از روی
پادشاه پرید مثل یک آدم مجرم گناهکار به گردن کج آمد. یک طرف بیچاره دعواگره، یک طرف شاهنشه گردونفره، هر دو در پیش قاضی ایستادی‌اند برابر. یک نفر یک بیچاره دعواگر، یک نفر پادشاه عالم. گفت شه از کرده خجلت بردم، اعتذار از جور خود آوردم. گفت برادر میبخشی. حالی بعضی ها را دعواگراشو میگن که ما از این چیز طلب نداریم، همین گناه کرده است، یک بار بخشش بپرسه ما از گناهش میگذریم. اما این گردن کثافت امکان نمیده که او بخشش بپرسه برای گناه کردگیش. پادشاه را ببینه اومد عذر خواهی کرد که میبخشی برادر، همیشه ما خطا کردیم، خطا از ما گذشت، غضبم کرد خدمت داشته نتونستم، نستریدیم نبودم مساعده. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرد از این آیت ثبات. عبد مؤمن کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. قاضی را ببینه الله، این خیلی قاضی ها داشت اسلام که اینقدر قوت داشته، در تمام دنیا سیطره اسلامی پهن شده بود و امروز میخونیم تاریخ از ذوق میکند از تاریخ گذشته همو، زیرا پادشاهای عادل نمیخیم قاضی ها را میموندن. تاریخ سلطان محمود غزنوی را برای تو کرده بودم باره. سلطان محمود یک سرلشکر داشت با نام نوشتگین، یا سرلشکری جوان ترک بسیار جسور و غیور. لوبیم چی که سلطان محمود غزنوی بود است، دوستش می داشت، هم نشینش بود. یک روز شبانه میشینن کم در مثلث می نوشن، بعضا میشید است همی کارا. همون نوشتگین مست می شود از مثلث، گشنه بود است شاید. سلطان محمود میگه در همینجا خواب که خدا جانی تو را مست کنه که تو مستی، میره نبرو. که نه میگه خونم میرم، روز زنام رحیمه را نگه دولن در اینجا چی خوب میکنم. در اسب سوار میآید در بین بازار که در دست محتسب میغلطه. محتسب پلیسیا، شحنه شبگرد، میبینن مستای ای بوله اسب میگه بکشینش. ای مردک میگن این آدمی کلان میتوه پگانوش کلان ای، میگه فرق نداره بکشینش. میفرورنش به دستی خودش 80 درش میزنه، همین به غضبش میزنه که پشتای نوشتگین همه پاره میشوه، رنگ مرده وری به خورش هم میورنش دیگر تا به شکم خواه. روز دیگه سلطان محمود خبرگیریش میوید، میگه اوخی کثافت نگفتم من همونجا خواب که نبرو. گفت اوخی بدبخت این مرا شناخت، با وجودی همون زده کم. گفت سازت کرد. پاک گفته قصاصی مرا نمیگیری ای؟ یه سبحان الله. گفت او ایرو شریعت کار کرده است، چه خیلی من ایو قصاص میگیرم؟ قسم به خدا اگر میشنیدم که از پیشش گذشته هیچی نگفته است به خاطر من قوری او را میکندم. الله اکبر. این قاضی را علم سلطان مراد خودش مونده است آخی، عدل ببینه و داد ببینه. سبحان الله. گفت آیه قرآن است ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. قصاص مایه حیات شما است ای صاحب خیردا. اگر این قصاص نباشه بعضیا بسیار نامعقولی ها میکنن. چون مراد این آیه محکم شنید دست خود از آستین بیرون کشید. پادشاه جوانمرد میگه دستش از آستینش کشید، گفت کتش کنه ببره، این گفت قصاص کنه. مدعی را داد خاموشی نماند، آیه بالعدل والاحسان خواند، گفت از بحر خدا بخشیدم، از برای مصطفی بخشیدمش. یافت نور بر سلیمان ظفر، سطوت آیین پیغمبر نگر. انا این آیین محمدی و آیین اسلام است. یک آدم عادی میگه بر پادشاه ظفر یافت در محاکمه سعودی که وقت دموکراسی نمیگفتن، این گپا نبود اصلا، کانستیتوسیون ها وجود نداشت. بعد حضرت علامه اقبال جمع بس میکند پیش قرآن بنده و مولا یکیست، بوریا و مسند دیبا یکیست.
سبحان الله. عدل داد یهودی ها دیدن اسلام آوردن، مسلمان شدن بعضی هاش که آسمان ها و زمین ها به همه عدل قایم و استوار است. یا محمد صلی الله علیه و سلم چه بگیم که ما مسلمان شویم؟ و یک نفر یهودی ببینه اندک انصافکار که هست در تاریخ شبیه را نوشته است، حقیقت حال بیان کرده است. وقتی که قلعه ها ضبط شدن، یک زن یهودی با نام زینب بنت حارث که زوجه انمی سلام ابن مشکان بود، یک گوسفندی را بریان کرد با تمام نازکی هاش. با سوال کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدام عضوی گوسفند بیشتر دوست می دارد؟ گفتن ذراع، یعنی بازوی گوسفند. ذراع هم میدونه نه؟ از همه اورنج بولو را میگن تا کتف، دستی پیش گوسفند، همه را ذراع میگن. گرفت گوسفند همش از زهر زد، بسیار زهری حلاهیل، خاصتا همون ذراع بسیار زهرناک کرد. بعدا نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد و تعارف کرد که از طعام ما استعمال کنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که قلب صاف و مصفا داشت، حتی در دل اندیشه نمیکرد که این خیانتکارها بعد این قدر گذشت ها، بعد آن که در حقش این قدر خیرخواهی ها کرده شد، باز دست به همین کاری حرام، دست به قتل و به کشتار و به خیانت میزده باشند. حضرت صلی الله علیه و سلم همون ذراع از بین گوشت ها برداشت، یک گاز گرفت، همون لقمه را میخوید، گاه طرفی راست گاه طرفی چپ. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم لقمه را توف کرد، گفت این هذا العظم لیخبرنی انه مسموم. همه گوشت گفت گواهی داده است، خبر کرده است که زهرناک شده است، زهر داره. بعد همون زنی را که گوشت آورده بود صدا کرد. امام بخاری روایت میکند که تمام یهودی ها را جمع کرد، گفت چون که ای یهودی ها، من در حق تو خیر کردم؟ گفتم بله. گفت شرط قیدهای شما را قبول کردم؟ گفتم بله. گفت پس در مقابلش برای من گپ حق میگوید؟ گفتم بله. گفت آیا این گوشت مسموم است؟ آیا زهرناک شده است؟ گفتم بله. گفت چرا این کار کردید؟ چرا دست به خیانت زدید؟ گفتن ما خواستیم تو را بسنجیم که اگر پادشاه باشی و ظالم باشی جان ما از تو خلاص می شود، اما اگر به شرطی که پیغمبر خدا باشی خداوند تو را خبرت میکنه، هیچ زهر نمیتونه تو را بکشه. حیله و نیرنگ شونه بینه. سبحان الله. با گبیاوی را بینه، همه تاریخ قسم به خدا ورق میزنی، سر تا سر همه مکر و حیله و نیرنگ همه یهود است. بسیار حیله‌گر مردمان. پیغمبر را گفتن که اگر تو پیغمبر باشی، اگه ما فهمیدیم که تو پیغمبر هستی، اما ببینه که با وجود یا فهمیدن با اسلام نآوردن. انا این چیزی است که آدم درد میکند. پس این گپاشو همش سخنبازی خالی بود، همه سخنبازی و حیله و نیرنگ بود. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود زن آوردن، همون زینب. گفت چرا این کار کردی؟ گفت من گفتم اگر تو کذاب باشی، دروغگو باشی، قصاص پدر و شوهر و قوم خدمت از تو میگیرم، اما تو اگر پیغمبر باشی آشکار میکنی، خودت میفهمی این به تو باید زیان و ضرر نرساند. حضرت صلی الله علیه و سلم با وجود همین جنایت گناه همین زن بخشید. گفتن قتلش کنیم؟ گفت نه، بگذاریدش. اما یکی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بسیار گرسنه بود، اگه خداوند نامش در صفحه شهیدان نوشته بود است، بشر ابن برا ابن معرور جوان بود. وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همون ذراع برداشت، یک از گرفت، یم سراسیمه یک چند لقمه را کنده خورد، گشنه بود.
حضرت بشر شهید شد، به همون زهر خوردگیش زهر هلاهل بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضرت صلی الله علیه و سلم در قصاص خون بشر همون زن امر کرد تا اینکه کشته شود و ایلو از گناهش گذشته بود برای خودش. اما وقتی که یک شخص کشته شد و باید او قصاصی تانده شود که او خون طلب میکند، از همین خاطر همون زن کشته شد. خب مجموعی کشته شدگان شهدای جنگ خیبر از جانب مسلمانان به بعضی روایات 16 نفر، در بعضی روایات 18 نفر. شیخ منصور پوری در کتاب رحمت للعالمین 19 نفرشو نوشته است که جمع الجمع 19 نفر مسلمان در جنگ خیبر به شهادت رسیدند. از این میان 4 نفرشو مهاجرا بودن، مهاجرایی که از مکه آمده بودن. 1 نفر از قبیله بنی اشجع، 1 نفر از قبیله بنی اسلم، 1 نفر از مردم خودی خیبر. یک قصه عجیبه دارد ایران. یک غلام بده است، غلام زنگی، غلام یک یهودی گوسپند میچرانده است. وقتی دید که یهودی ها همه سر تا پا مسلح شده ایستادیان و تیار شده استیان، سوال کرد که چی واقعه شده است؟ گفتن که محمد صلی الله علیه و سلم با لشکرش آمد. گفت این محمد کی است؟ گفتن یک شخصی که دعوای پیغمبری کرده است. یهودی ها گفتن. در دل همین مرد خداوند یک نور انداخت. گفت کنی برم تحقیق کنم. همه گوسپندا را پیش کرده آمد به لشکر مسلمانا. و دلش صاف که دارد پروا ندارد. آدم دلش صاف باشه همه را مثل خود حساب میکنه. و دلش سیقل دار آمد. گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، یهودی ها گفتن که تو دعوای پیغمبری میکنی؟ گفت بله من پیغمبر خدا هستم. گفت ما را به چی دعوت میکنی؟ گفت به این که خدا را پرستش کنی، در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نگردونه، به پیغمبری من ایمان بیارید. گفت اگر من همین کار کنم به من چی میرسد؟ گفت در این صورت خداوند تعالی در جنت المأوا مستقر بگردونه. این مرد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. یا رسول الله، گفت همین گوسپندا در دست من امانت، اینا چیکار کنم؟ اگه شما تصور کنه که مسلمان ها خودشون گرسنه، احوال گفتم. حتی در روایات اومده است که یک یهودی یک دنبه بو گرفتگی گوسپند از بالای قلعه پرتاید، همون مسلمان ها گرفتن استعمال کردن، گشنه بدن. اما امانت که گفت، غلام زنگی گفت که این امانت هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر امانت باشن گوسپندا تا پیش و پیش کن، بر در وادی حسبا رهاشو کن، انشالله خداوند به صاحب شو میرسونش. و همین غلام زنگی هم گوسفندا را آورد در وادی حسبا رها کرد. گوسفندا راه خونه‌شون نمیدونن کو، سراسیمه طرف قلعه آمدن و همون یهودی هم فهمید که غلامش مسلمان شده بود است، اما تمام گوسفندا را به دستش دادن. از برای خدا شما یک اندیشه کنه که چقدر عدل، چقدر جوانمردی، چقدر امانتداری امروز چی درد رسیده است. برادر به برادر خودش باور نمیکنه یک چیز امانت بگذاره. اینقدر خیانته که در امانت میکنیم، اینقدر حیله و نیرنگی که در جامعه هست. بعد این میگیم که کمبغلیم، قشاقیم، زندگیمو مشکل میگذرد، کارمو برار نمیگیره. آخه از کجا برار بگیره وقتی که بنام مسلمانیم، مسلمان جغرافیایی هستیم، در صورتی که آخه به فرمودهای خدا و پیغمبر عمل نداریم؟ از خدا بترسی برادرو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود آیت النفاق ثلاث، نشانه نفاق 3 چیز است. 3 چیز هر کسی ده باشه او آدم منافق است. اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان.
وقتی شخصی که سخن میگوید دروغ میگوید در سخن گفتنش، از برای خدا ما دروغ بیایم دیگه از گفتن راستی ما میکنیم، همه قدر دروغگوی شدیم حسابش گم. پیش رفیقت رفته است تلفنش میکنی که جدایی یا جویرانو او خدا جان تماس کنه ماشین تا اگانی اوروحو حی کده استیان او تر چیزو رو تو مادای در همیشه دروغ بگوی نگه کنی تو همی درجه رو واقع امروز دروغ جامعه را فرا گرفته است. باز قسم میخورم بولای همی دروغ شو. وقتی که وعده بتا خلافی وعده کند، وعده خلافی نشانه منافق ها است و نهایت وزنین ترین کار اذا اؤتمن خان، وقتی به کسی امانت را دادن در امانت خیانت کند. ببینه یک غلام زنگیه که مسلمان شده است، جانش خلاص شده است از او یهودی، پیغمبر خدا را سوال میکنه که یا رسول الله همینا در دست من امانت های چیکارش کنم؟ مقصد در دست تو تسلیم کنم چیکارش کنم؟ خودم بگیرمش؟ حضرت صلی الله علیه و سلم امانت داریش ببینه محمد امینه گفت بر در وادی حسبا رهاش کن، اگر چند مسلمانو احتیاج داشتن، اگر همون را در جنگ میگرفتن او غنیمت جنگی بود برای مسلمانو را از شیر مادرشو حلال بود. اما وقتی که امانت است او غلام به اختیار خود پیش کرده گرفته است آورده استش، ببینه که مسلمانو تا کدام درجه در امانت وفادار بدند و خیانت نمیکردند. امروز هم اگر ما و شما در امانت خیانت نکنیم، اگر دروغ نگیم، حق برادر مسلمان را رعایت کنیم، برای مسلمان چیزی را که برای خود روا نمیبینیم روا نبینیم، انشالله پروردگار همون سطوت و بزرگی را باز از سری نو برای مسلمان عطا میکند. اما هیهات هیهات، غرض از همین قصه را آوردن اون است که ما و شما عبرت بگیریم بر رفتار و کردار رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ما و شما نیز تقلیدی داشته باشیم. این بود یک قصه مختصر از تاریخ جنگ خیبر، حالی انشالله ادامه دارد، اما به همین من گمان میکنم برای خیبر کفایه میکند. حالی قصه بازگشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قبل از بازگشت فدک تسلیم مسلمانان شد، وادی القرا که مکان و محل یهودی ها بود تسلیم مسلمان ها چنو شد. انشالله درباره گرفته شدن تیما با شما مفصل صحبت خواهیم کرد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا میکنیم انشالله هر مقدارش که دستگیر کردیم این هفته، اگر نشد انشالله خدا اگر امکان مبته هفته آینده. در حق برادرم محمد جان دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل بگردونه. در حق برادرم عبدالله جان برادر محیب دعا میکنیم که پروردگار سعادت دارین نصیب و روزیش بگردونه. در حق برادر بسیار عزیز فرخ جان دعا میکنیم پروردگار در کسب و کار و زندگیش برکات عطا کند و خداوند فردا روز قیامت همراه محبا محشورش بگرداند. در حق حاجی علی مردان که پسرش محمد جان عقیقه کرد دعا میکنیم که خداوند فرزندکش هم مثل خودش محب خدا و پیغمبر به کمال برساند و خداوند در خاندانش فیض برکات خویش را نازل سازد. در حق برادرامون عمر علی و ایشان عبدالصمد دعا میکنیم که خداوند با آرزویی که دارند زیارت خانه بزرگش میسر و مشرفشون گرداند تا اینکه حاجی حرمین شریفین شوند. در حق داملو عظمت دعا میکنیم که خداوند پدر مرحومش حاجی مراد علی را رحمت مغفرت کند و در جوار رحمتش مستقرش گرداند. در حق برادرم قاری شمشاد دعا میکنیم که خداوند مشکلی که به سرش آمده است به آسانی رفع سازد و جمیع مراد و مقصوداش حاصل سازد. بابای افغان کسل به دست دعا طلب است، دعا میکنیم که خداوند برای بابای افغان و برای تمام مسلمانای بیمار که امید رحمت و امید شفا از خدا دارند شفای کامل و عاجل عنایت فرماید. یک برادر گفته است که در همین روزی سعید خواهش میکنم که دست جمعانه در حقم دعای خیری کنید. وقتهای آخر در دلم هر خیل وسوسه بد پیدا می شود، می ترسم که در ایمانم نقص پیدا شود.
انشالله مادام که میترسی خداوند ایمان را محافظت میکند، اما به هر وجه و صورت به خدا رجوع کنید. در این حالت ها از شر شیطان پناه طلب کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند برادر و تمام برادرای مسلمان قبل از همه ایمان را نگه دارد که بزرگترین عزیزترین چیزی که ما داریم ایمان است، اسلام است و پروردگار در راه صراط المستقیم قایم و استوار مان دارد. یک برادر میگه دعا کنید خداوند کریم برایم پسر علاقه کرده بود است، پسر عطا فرمود. از شما احتراماً خواهش میکنم که در حق پسرم دعای خیر نمایید. خداوند پسرت از جميع بلاها نگهبان باشد و حافظ قرآن و عالم به عمل یک مسلمان واقعی به کمال برساند. یک برادر گفته از شما خواهش میکنم که پسر من بندی است، در محبس است، در حقش دعا کنید. دعا میکنیم خداوند به فرزند شما و به تمام برادرای مسلمان ما که محروم از آزادی هستند، در محبس خانه ها هستند، خداوند براشان آزادی کامل عاجل را نصیب و روزی گرداند. آمین. یک برادر گفته است که دعا کنید که فرزند پیرو قرآن و حدیث تقوادار شود. اکنون نفهمیدم که این بچه داره یا نداره. به هر وجه اگر داشته باشه خداوند پسرش حافظ قرآن به کمال برسونه، اگر نداشته باشد خداوند صاحب فرزند صالحش کنه که قرآن حفظ نماید. آمین. یک برادر میگه که یک خب مقصد دارم که شما رو برده در توی امر معروف کنیم، در حق من یک دعا کنید که تا به مقصدم رسم و از پیش امتحان دارم و در حق پدر و مادرم دعا کنید. خداوند اولا پدر و مادر تا اگر زنده باشند از جمیع بلاها نگهبان باشد و در راه صراط المستقیم قایم دارد. بعدا خداوند مراد و مقصودهای خود حل کند و خداوند صاحب فرزندای صالحت بگرداند و جمیع مرادات حاصل سازد. و در حق یک برادر حاجی که برای پدرش دعا طلب است، پدری که شراب می نوشیده است، فرزند حاجی پدر شراب می نوشیده است، بی نماز بوده است، طلب دعا کرد که شاید به شرافت دعای دست جمعانه خداوند اصلاحش کند. دعا میکنیم در حق همه پدرایی که از رحمت خدا محروم هستند که پروردگارا اینا را برای فرزندان مایه ادب قرار ده تا اینکه اینا یک نمونه و الگوی باشند از برای جامعه. و پروردگارا مساعدت فرما که پیر و جوان ما همه به حکم تو تسلیم باشند، عبادت تو را انجام دهند و از اشیای حرامی که تو ما را منع کرده ای خداوند نفس ها ما بازدار تا شیطان ها ما را گمراه ساخته و به راه وساویس داخل نسازند. آمین. خب وقتم خیلی رفت، اگه انشالله باقی مونده باشه هم تا دعای دست جمعی میکنیم. رب اغفر لنا وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم بارك لنا يوم الجمعه وصلاه الجمعه برحمتك یا ارحم الراحمین. این موضوعی که حالا شما تماشا میکنید قسم دوم موضوع گذشته است. شخصانی که قسم یکم را ندیدند و سلکه در زیر ویدیو بوده زیر کرده تماشا کنید. چگونه ای که در موضوع گذشته گفتیم، هود علیه السلام در برابر قومش قرار گرفت و از هرچی آنان میکردند هراس نداشت. قوم عاد که بسیار قوم سرکش و ستمگر بودند از هود علیه السلام طلب کردند که عذاب خدا را به آنها بیارد. آنها به او گفتند بیار عذاب خدایت را. آیا تو گمان میکنی عذابی هست از جانب پروردگارت؟ پس نشانمان ده، میخواهیم ببینیم که عذاب خدای تو چگونه است. آنها از حد گذشتند و به هود علیه السلام گفتند پس آنچه را که وعده میکنی بیار اگر از راستگویان هستی. هود علیه السلام قوم عاد را به توحید خدا دعوت میکرد، لیکن آنها دعوت هود علیه السلام را رد کرده به او میگفتند اگر تو از راستگویان هستی پس عذاب را بر ما بیاور. در این هنگام هود علیه السلام ناراحت شد و دستهایش را بالا برداشته دعا کرد. گفت ای پروردگار من، به عوض آن که مرا دروغگو میشمارند به من یاری ده. الله ذوالجلال دعای او را قبول کرد. دوستان عزیز، دوام این موضوع در نوار دیگر ثبت شده است. برای تماشا کردن این به رسمی در روی اکران پیدا شده زیر کرده تماشا کنید.